Бародар Солмон последнее время да ҳама ҷо обхезӣ аст. Рустами Эмомалӣ ба мардуми Кӯлоб аз куҷои кӯмак ин маблағ аз куҷо пайдо шудааст? Рустами Эмомалӣ Озода, Эмомалӣ Раҳмон гуфта истоданира кӯмак кардестай. Масалан Макка омандана ба ҳамин нав обхезӣ шуда. Ва мардум аз берун ба ҳолшон механда. Ира чӣ мегӯй? Кисаи Рустам ё ин ки аз ҳамун буҷае ки маблағе ки аз налоги мардум ҷудо шуда мондаги маблағҳо кӯмак кардестанд. Аз кадомиша ёзем? Ки дар Макка омадам қадар тоат ибодат. Дар куҷо? Дар Макка ва Мадина ҳам як ҳафта пеш, як-ду ҳафта пеш обхезӣ шуда буд дар Макка ва Мадина. Чанд нафар об бурд? Об бурдани чанд нафарро надидам ман. Чанд нафар чанд хонаи мардум вайрон шуд? Дуруни шаҳра об зад дуромад. Дуруни шаҳрда мошино тай об монда. Ман гап занам баъд. Не охи ҳамин саволот дурust тай об монда. Тай об монда. Мумкин талафот буд. Набуд ман намедонам. Ман фикр мекунам ки дар Макка ва Мадина калодис набуд ё ки дар Макка ва Мадина тоат ибодат намекунад. Чӣ хела ба чӣ хел фаҳмем ки обхезӣ дар онҷа шид ҳамҷа ram не дуруни ҳамо дуруни фурудгоҳ, дуруни намедонам вокзал, дуруни ҷойҳое ки муҳим аст об дуромад? Дуруни Макка ва Мадина об дуромаде бача. Дуруни Макка ва Мадина дуруни масҷид ҳама ҷоро об зад. Як бор навора тамошо кун. Як бор будро набират кун дар интернет дар пешта. Макка ва Мадинаро тамошо кун. Дуруни масҷид об дуромад. Нитош дод. Вайрон кард ягон чиза, яъне об дуромад вайрон кард? Вақте сел омад чӣ вайрон намекунад охи? Мошина маро шуш бурдад охи. Аммо знач ҳамаро мешо мебара охи. Хоб. Сабаб чие? Ман чӣ мефаҳмам ки дар Тоҷикистон меомадай? Ман як чизе мефаҳмам ки шумо мусулмон бошед, сари қудрати Аллоҳа кало дестат гирифта метавонад ё ки Эмомалӣ мегирад. چه یک بنده سری قدرت الله گرفته میتونه. خب همین را دولت داد. من نمیشه نمیفهمم شما بگین که اینجا گناه دولت هست، باید دولت کلودش میکرد میکرد. پس در دیگر دولت تو کلودش نیست اوم شما براشون. خب آخه شما بکسی که در توسون کلودش نداره. من شما رو سوال داشتم در دیگر دولت تو کلودش نیست که اوم شما براشون. تمام گپ دادن که من اسپوز میکنم. یاد دقیقه من همین Black comedy ayda. From. Aki çıkarsın. Vay خدا بزنته. Ay be korkalagi. Şey, ma grupa lo. Pasa. هیچ میگیره. آخه من یا تماشا کردم ولی اگه چی نمی‌کنم. نه چی همین شرم نیست؟ چی جای شرم شد؟ خیلی احمق این کار کرده جای شرم نیست. این احمق نیست. این یک حالتهای فوق‌العاده بچه. یک کمیته است. احمق نیست. یک کمیته است. صبر کن. یک کمیته چون این تکنیکه داره. کمیته حالتهای فوق‌العاده اومده است. داخلی آب شده است گویا میخوام مردم کمک بکنه. اما او چیزی که آورده است کارناشایم است، فرسوده است و مردم از بیرون به حالشون میخنده. اینا چی میگوی؟ بین مکه و مدینه و تاجیکستان میدونی در چی است که حکومت عربستان سعودی آماده است برای سری راه را گرفتن. حکومت ما تا امروز سری راه آفت گرفتن نمیتونه. درست از اونجا آبخیزی شد، خب سوختار شد چه شد برطرف کردن، برقرار کردن. خب ما میبینیم که در کلاب چقدر مردم آنها برقرار میکنن. در حکومت حسابات کرده است یک نوار برور کی بس یک اخبار برای ما بیار کی کمک از جانب پیشوای ملت و رستم و آزاده و اسماعیل و کمک از جانب حکومت کشور همین خیلی گپ هست در اونجا چما نیست راست داخل شد رئیس امنیت جمهوری تاجیکستان و یک دقیقه
Qohi Rasulzoda در اونجا اشتراک دارن حسابات کردن که از طرف حکومت ترکستان برای مردم همین چیزا حسابات کرده و برقرار کردن میشون میتونن برای مردم بود رو داخل شو بود رو در اینترنت بین از حساب حکومت جمهوری ترکستان اگر رستم کمک نکنه میگه داگیجو بود اوش نکنه میگه داگیجو بود ایش نکنه میگه اگر ایروز کمک نکنه میگه او اگیجو نبوده مو شما رو چخیل بفهمید شما در سوال ما جواب دادن نمیتونید باز میبرین مردم مسخره می‌کنید. کدوم سوال جواب ندادم برای ما بگو شهرداری دوشنبه تمام مهاجرات صبر کن مهاجرت کلی بس حالی به کمکی رستم امامعلی به مردم کلوب از کجای کمک این مبلغ از کجا پیدا شده است از حساب خودش او چیکارگر است از حساب خودش پیدا شده است این مبلغ از کجا اومده معاش چقدر است میری شهر چقدر است ولی برام فرستم بیام میگم من میگم 10,000 سومون تمام قبول یا زیاد است 10,000 سومون هم باشد 10,000 سومون هم باشد خب اگر 5,000 سومون 1000 سومون باشه کمک کرد نه این خیلی گپ نیست ای کمک کرد نکرد شما مردم گول ندارید شما مردم فریب نکنید از این بس ما صدا بگیرم صبر کن از این وضعیت مردم اچکای سیاسی نگیرین مردم گوب حساب نکنین کمک در پایان انتظار شد گپ نمیفهمی کمک کر هر چی کار نکرد تری گپ نیست جامعه به صاحب نیست تاجیکستان به صاحب مالی کدام پدری کسی نیست کمک کر زتا کار کو زتا نداره جا تری زتا کمک نداره کرد کو خیلی گپ نیست در اقتصاد دولت داری برای ما بیار پیشنهاد بکن معاش شهرداری دوشنبه چقدر است فورا تخته و سمنت و این قدر ساختمانا را این قدر چیز ساختمانی را از کدام حساب خرید از بودجه کشور دزدی کرد مالی مردم میدزدن پس جنایتکار هستن بحث سری جنایت اینها میروه خیلی کمک کرد کو خیلی گپ نیست این تری گپ نیست میفهمین مردم فریب نکنین خیلی کمک کرد کو نکرد تری گپ نیست رستم امامعلی کمک کرد گپ نیست در ساخت دولتداری از بودجه حکومت شهر دوشنبه برای مردم آسیب دیده منطقه کلاب و بدخشان و زرافشان و نمیدونم هر منطقه‌ای که نباشه با مبلغ فلان میلیون سومانی کمک کرده شد این ای است درست اصلی مسئله رستم امامعلی کمک کرد میخواین اچکا بگیرین میخواین مردم دا بگن که گره نیست برای شما کمک کرد چی مقصد دارین شما امامعلی رحمانوف کمک خودش را به مردم آسیب پذیر کلاب برساند این چی معنی داره امامعلی رحمانوف از کدام حساب معاش یک راهبر کشور چقدر است اینقدر خانه و در فرزند و گل و گودک و صغیر و نویره از کجا میخرونن این خیلی گپ نیست ایتری مردم فریب نکنه باز هم میگم ایتری گپ نیست که خیلی کرد از هر جای کرد کو ایتری گپ نیست کشور به صاحب نباید باشه او مردم نیاز به کمک رستم نباید داشته باشه وظیفه رستم هم نیست نهاد ساخته می شود وزارت ساخته می شود کمیته حالت های فوق العاده ساخته شده است او احمق صفتا معاش میگیرند میفهمین از حساب بودجه کشور دیروز یک زن بازار میروه خرید میکنه یک معلم میروه پول برق میتیه یک صاحب کار انداز میسپره او پول میروه در بودجه کشور جمع میشوه 2 میلیون مهاجر توسط بانک های شما پول روان میکنه تمام اون درآمدها میرود در بودجه کشور جمع میشود از بودجه کشور مبلغ میرود در کمیته و وزارت و اداره و دیگر جاها و زمانی که آبخیزی شد باید از مبلغ کمیته حالتهای فوق العاده مبلغ جدا کرده شود در اوجه خانه و مردم ساخته شود در این آبخیزی هم حکومت کشور مسئول است باید تمام شرایط مردم درست بکنه ما انشالله که این مسئله را میبریم تا آخر من از مردم منطقه کلاب از مردم منطقه حصار باستانی از مردم منطقه
رشتون زمین که جای شما هم آبخیزی شده، من خواهش میکنم با طور رسمی است، با طور غیر رسمی است، در شماره های شخصی است، در هر کجا که نباشه با ما تماس بگیرید تا آخرین یک نفری که اگر تا آخرین نفری که خانهش تعمیر کرده نمی شود نوار بکنین، برای ما روان بکنین، در دست ما بسپارین این مسئله را. ما گپ میزنیم، ما برای این نفرایی که خیلی کرد کو نکرد نشان میتیم که ای این نیست، تری گپ نیست که رستم امامعلی کمکری، تری گپ اصلا در هیچ جای نیست. مدام که کشور در دست رستم و آزاده و حسن و حسین بوده است، پس کمیته حالتهای فوق العاده برای استغفر الله، برای چی ساخته شد؟ برای چی در اونجا یک نفر یا که 10 نفر یا که 100 نفر معاش مفت میگیرند؟ برای چی میگیرند که هیچ صلاحیتی نداشتند؟ زمانی آب می آمده است شهرداری دوشنبه رستم امامعلی کمک میکرده است، اسماعیل جنتلمن پولدار بوده است، از کجا پول داشته است کمک میکرده است. بفرما. خب خیلی گپ زدی. فهمیدی اصلی مطلب من چی میگم؟ نظر من فهمیدی؟ من فهمیدم. یگام جا اشتباه داره همین گپ، یگام جا اشتباه داره. 100% اشتباه داره. کی جاش؟ ببینید شما یک قصد دارید بگیم که فرزند رئیس جمهور من هیچ قصد ندارم، یا ویل که من فرزند تو چنون کینه و عداوت دارین که اگر بچه بلیاز خدا بیا همین بچه یاد همین یک سوال بکنم نه صبر کن، همین فعل زنکی را کنار بگذارین. شما کینه دارین، شما قصد دارین، من چه قصد دارم؟ من چه کینه دارم از او؟ کی است که من حسوس او را بخورم؟ کی است خودش؟ برای چی من کینه داشته باشم؟ رئیس شهر شدن میخوام گفتم میگم من میری شهر با جنایت نمیکنم، لازم باشه میشم ان شاء الله اگر خدا برای من نصیب کرده باشه. جنایت بیا من سوالات میتونم نه سوال من را جواب ده، در کدام حرفی من اشتباه بود سوال جواب ده. در مسئله ای که همین کدام تاجیک یا میری شهر یا که رستم فرق نداره، هر یک فرد شهروند تاجیکستان است، هر یک فرد حق حقوق داره که شهرونداش ملتش دولتش کمک کنه. این جوی نه عیبش نه ایزوش جوی مسخرهش اون داره نداره کرد است برای ملت. این تری با میگم این تری گپ نیست بچه با میگم با میگم اگر یک صاحب کار آواز همه گیرم صبر کن، اگر یک صاحب کاری کار میکرد من میگفتم حساب تجارت چست، من با او کاری ندارم، چون این نفرها مسئول کشور هستند، این نفرها مسئولیت دارند، وظیفه خودشون باید انجام بدن، وظیفه شخصی خودشون. امروز تا حال دوشنبه ما آماده به شرایط معاصر نیست. دوشنبه ما حالا دوشنبه معاصر نیست، حالا پایتخت واقعی نیست، او 4 تا گل و گلزار نیست. من باوری دارم در طرف زرافشان مردم تا را بلا از موضوع بیرون نره. مسئله مهاجرت امردین گپ نمیزنی؟ امروز موضوع معلوم است، موضوع معلوم است که شما در همه موضوع گپ میزنید. مسئله امروز آبخیزی، صبر که آبخیزی در منطقه کلوب، در تمام منطقه ها، نه فقط منطقه کلوب، در تمام موضوعایی که امروز آبخیزی از داخل تاجیکستان. خب بگذار همین سوال مرا جواب ده که همین سوال مرا جواب ده که آیا حکومت ما همین قدرت داره که یا اینکه وظیفه حکومت است ما را کمک کنه یا که نه؟ بله حکومت تاجیکستان است. چند فایز؟ چه چند فایز؟ چند فایز باید هم مردم کمک کنه از لحاظ قانونگذاری؟ با تمام شرط شرایطش با تمام. اگر که رفت و حکومت همون مردم با طوری باید و شاید کمک نکرد، در همین نزد مردم برای چی میگویی؟ من در نزد مردم میبرم عذر میپرسم و چیزی که در کار باشم میگم. میبروی اشکار میگی که یاد اخوان سوال میتونم شما صحبت کنی. میبروی اشکار میگی که رحمان واقعا تو ضعیف بودی، چندین زنه برو وادی که جناب علی کو یاد اخا جناب علی کمک کرد، پیشوای ملت کمک کرد اما تو کمک نکرد. میگوی داگپ جواب بدم 100%. یک سوال دارم در همین گپ. یک دقیقه یک سوال دارم. یک دقیقه اکا اصلا کلوفی یک دقیقه
یک دقیقه یا سوال دارم هم سوال مرا جواب ده تمام. با مطابق قانون جمهوری تاجیکستان یا دیگر دولت ها تمام دنیا برای حالت های فوق‌العاده و غیره آواریا گویم که آب زدن زمین لرزه و غیره یعنی که خودش مبلغ های الهیده جدا کرده مونده میشه. از آن جمله جمهوری تاجیکستان هم که ما 93% کوه زمینیم یعنی که بسیار این حالت ها در ما رخ میده. هر یک منطقه هر یک جا یعنی از بودجه دولت برای عیناً همین کارها در بودجه دولت در داخل در بانک ها پول ها جدا میشه و فلان پول ها برای همین حالت های فوق العاده. وقتی که اگر فلان پول جدا شده موندگی باشه یعنی پیشکی این پول کجا شد که رستم امام علی و امام علی رحمان یاردم داد؟ چرا این پول استفاده نبودن؟ اوخه برادر این پول استفاده بوده سن که وزیر امنیت رفت حساب کتاب کرده سن حساباتی که مردم دیده حساب کرده میگم ما همین تمام اصلاراتی که مردم دیده است برقرار می‌کنیم برای مردم با تمام تجهیزات میتیم همین ویدیوش هست. من گفتم سلمان من سوال داد یک دقیقه صبر کن سوال داد که اگر همین کار نشه چی میگوید؟ من وقتی گفتگی من چی میگم؟ بچه یا بارتور مسکر مطرح گفتستم که تمام دولت برای خودش با گوناگون حالتهای فوق‌العاده زمین لرزه آب زیرکنی پول‌های حکومت همین کار کرده است که حکومت یا دقیقه بس وقتی که مبلغ جدا هست لبای سلوچ حالت فوق‌العاده در حال ایو مبلغ جدا کرده یعنی کمک کرده می شود. همین یاردمی که همین از سیرزدگان که از کدام مبلغ از کمک کرده استودن ای که سیر رستم یا اینکه از همون بودجه که مبلغی که از نلاگی مردم جدا شده موندگی مبلغ ها کمک کرده استن از کدام میشه از کمک ها؟ این از بودجه دولت هست از حساب دولت برای مردم کمک کرده. رستم امام علی آزاده امام علی رحمان گفته استودن را کمک کرده است در حالتی که از بودجه این پول رفته است باشه اینجا وزیر تاجیکستان وزیر امنیت بچه در اخبارهای تاجیکستان رستم و سامان و آزاده گفتستند از حکومت ایالت‌های فوق‌العاده نمیگن از کدام وزارتی نگفته استند. تو میفهمی چی گفته است؟ برای من اخبار تاجیکستان بیار که گفته باشه از بودجه کشور کو بیار یک اخبار. آقای سلمان خلقی ببینید همه دولت یعنی که در این حالت‌های فوق‌العاده پیش از این یعنی که میلیون ها جدا کرده برای این میمونن برای به خطر بردن مردم و گویم که خوراک قطعی زرن امروز جدا کرده تامین کردن پلاتکا جای خوب نگاه بین امنیت گرمی زمستان باشه گرمی دادن برای او یعنی که دیویژن های کلان و غیره چیزها یعنی حالت های فوق‌العاده این چیز این بودجه است جدا میشوه میسته در لبای دولت. در زمستان یک حالت میشوه که مردم به خونه و در دیگر جاها جا میشوه دیویژن های کلان و غیره چیزها استفاده برده پول خوراک های اوله و غیره چیزها حتی که در ذخیره خوراک هم برای حالت های فوق‌العاده خوراک سالانه جدا کرده مونده میشوه. نه اینکه اما امروز از همو خوراک هایی که بگیم یا که مبلغ هایی که جدا شده موندگی برده امروز ایرا در پوچه رستم و در پوچه آزاده و در پوچه امام علی گویا که این مردم گدو هسته در تلویزیون همین ملت اکو مثل یک طالبنده نشان داده استودن این باور کنین علموارش در سری است که گویا که مردم کلاب گدو است گویا که مردم وروخ گدو است جنگ زده است کشته شده است از بودجه دولت از نلاگ خود یعنی مردم جمع شده مبلغ بر او یعنی که خوراک رفته ایستاده است اینا میگه پیشوا کرده است رستم کرده است با همش یا طرف یا نبیره دیگه دوره یک گیماننده کو گویا که او با این مردم از نام او توفه و از نام آزاده توفه گویا که این مردم تاجیک گدو هم فقط این همه اولاد میتونه که یا توفه کنه یا یاردم کنه یا اینکه دیگر نکنه.